و حفظ اجتماعی اهالی تیار کردن چنین متخصصان باید یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک فعالیت راهبران و مسئولان ساحه باشد. طبیب حقوق معنوی خطا کردن را ندارد، چون که در دست وی تقدیر حیات انسان قرار دارد. من سفرهایی که به شهر نوای مملکت دارم و آن مؤسسه‌های نوی زمانوی و تکنولوژی طبی که وارد کرده می شود دیدن می کنم، پرسان می شوم و امروز هم معلومات دارم در بسیار شهر نوای مملکت این گونه اسباب ها تکنولوژی های معاصر بیکار ایستادن، چون که متخصص نیست. همه به دوشنبه روان یا که از دوشنبه متخصص روان میکنن که در یک شهر یا ناحیه در همان دستگاه ها تشخیص خون گذرانند یا که جراحی کنند یا که با مریضان خدمت رسانند. وضع تامینات با کادرهای طبی خصوصا در ولایت ختلان نگران کننده است. در این ولایت که اهالیش بیش از 3 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد، با 10,000 نفر اهالی 11 و از 3 نفر طبیب راست می‌آورد که در مقایسه با دیگر ولایت و شهرهای کشورمان نشان دهنده خیلی پست میباشد. در شهر دوشنبه این نشان دهنده بیش از 77 نفر، در ولایت مختار کوهستان بدخشان 23 و ولایت سوق 20 نفر میباشد. در برابر این دانشگاه طبی که در مملکت یگانه می باشد، مسئله تیار کردن کادرها را در این ساحه پورا اجرا کرده نتوانسته ایستاده است و زمینه مادی و تکنیکی آن امکان نمی‌دهد که قبول را زیاد کرده طلبات کشور را وابسته به افزایش اهالی در مقایسه با 77 سال پیش، یعنی سال تأسیس دانشگاه که اهالی تاجیکستان از 1.5 میلیون نفر کمتر بود، خانه گردانند. دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان از سال 1943 یعنی سال اولی ختم دانشجویان تا امروز بیش از 38,000 نفر متخصصان را آماده کردند. از این 18,000 در زمان 75 سال اتحادیه شوروی و 20,000 در زمان استقلالیت. لیکن متخصص امروز نمیرسد. با در نظر داشت چنین وضع با حکومت از جمله وزارت‌های تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، معارف و علم و دیگر ساختار و مقامات مربوطه سپارش داده می شود که برای تأسیس باز یک مؤسسه تحصیلات عالی کسبی طبی در ولایت ختلان و تا آغاز سال نو تحصیل با فعالیت شروع کردن آن چاره‌جویی نمایند و علاوه بر این جهت تشکیل کورس‌های تکمیل اختصاص و بازآموزی کادرهای ساحه تندرستی از جمله استفاده برندگان تجهیزات الکترونی طبی چاره‌های علاوه‌ای اندیشید. با حکومت از جمله وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، دیگر وزارت و اداره‌های داخلدار و رهبریت دانشگاه طبی تاجیکستان سپارش داده می شود که در بابت اجرای پوره طلبات برنامه رشد دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان برای سالهای 2006-2015 تمام چاره‌های ضروری را عملی کرده دایر به وسیع کردن پایگاه تعلیمی و رشد انفراستراکچور دانشگاه در مهلت کوتاه‌ترین خلاصه اساسناک شده را به پرزیدنت مملکت پیشنهاد نماید. حالا که من سپارش دادم در زمانی که 35 گکتار زمین در حدود پایتخت زمین جدا شده است برای بنیاد دانشگاه طبی، امروز همگی 3.5 گکتار زمین باقی مانده است. ما خودی همین سال باید کارها را جدی شروع کنیم، بنیاد کنیم، شرایط مهیا کنیم. بیشتر 1400 نفر دانشجو قبول میکنه. یک دانشگاه بسیار بازه مادی تکنیکی خوب دارد. ما شرایط مهیا کرده مونده.
خوابگاه سازیم. خب انشاءات بیم که برای تعلیم جایهای نشست، شرایطی خوب، برای ساحه معارف قریب در بازه 40 دانشگاه و دانشکده مملکت ما کسب آموزگاری تیار میکنیم. برای قریب 9 میلیون نفر یک دانشگاه طبی داریم که هر سال 1400 نفر داوطلب قبول میکنیم. از کجا میرسه؟ ما پیش از همه درباره سلامتی ملت، سلامتی خلق خود باید اندیشه کنیم. حکومت مبلغ‌زاری ساحه تندرستی را سال سال زیاد کرده. سال جاری حصه جداکنی را به این ساحه به 1 میلیارد و 300 میلیون سامانی رسانید که این رقم نسبت به سال 2005 14 برابر زیاد می باشد. با قناعتمندی می توان گفت که امروز متخصصان ساحه طبی ما با استفاده از امکانیت‌های مهیا کرده حکومت کار را در بعضی سمت‌ها در سطح جهانی برآورده‌اند. در نتیجه امروز برای تشخیص و تبابت به کشورهای خارجی رفتن شهروندان ما خیلی کم شده است. اینچنین در 10 سال اخیر سطح گرفتار شوی با بیماری‌های سرایتی به حساب می‌آید 24 برابر، از جمله نشاندهنده‌های بیماری سیل 17% کاهش یافته است. تجربه 2 ساله همگرایی مسائل تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در سمت سالمگردانی معیوبان و تعیین و مقررسازی معیوبی، دستگیری اجتماعی عائله‌های کم‌بضاعت، دسترسی آنها به خدمت‌رسانی طبی، فعالیت مؤسسه‌های بودوباش دائمی و توانبخشی کودکان معیوب نتیجه‌های نظررس باشد. می‌خواهم مخصوص ذکر نمایم که هرچند وضع تطبیق سیاست دولتی در ساحه حفظ اجتماعی اهالی بخصوص تأمین کفالت‌های اجتماعی دولتی با معیوبان، کودکان یتیم و بی‌پرستار و عائله‌های کم‌بضاعت در سطح محلی خیلی بهتر شده است، لیکن کوشش باید کرد که جهت منتظم بهتر نمودن زندگی گروه‌های آسیب پذیر و نیازمند جامعه شرایطی باز هم خوبتر فراهم آورده شود.